اگه عطر میتونست یه نسخه از احساسات باشه، میخوای بدونی کدومش مال توه؟ امروز میخوایم بریم سراغ یه کالکشن خاص، 6 تا عطر که هر کدومش نماینده یک حس و حال متفاوتن، از آرامش مطلق گرفته تا انرژی خالص. بزن بریم ببینیم کدومش به دلت میشینه. اگه عاشق لوازم آرایش هستین، مخصوصا لوازم آرایش‌های لوکس، حتما برند شارلوت تیلبری رو میشناسید. شارلوت تیلبری برند خودش رو سال 2013 تأسیس کردش. اولین عطر خودش رو به اسم سنت آف دریم سال 2016 وارد بازار کرد، ولی مثل اینکه زیاد راضی نبوده از اون عطر و 8 سال صبر کردش. سال 2024 با مجموعه اموشن دنیای عطر رو وارد یک مرحله جدیدی کردش. حالا چجوری؟ این مجموعه با همکاری دانشمندان عصب شناسی طراحی شده تا تاثیر عطر رو بر احساسات تقویت بکنه و هدفش این بوده هر عطر بتونه یک حالت روحی مثل عشق، مثل آرامش، مثل انرژی رو توی انسان تقویت بکنه. حالا بریم سراغ این کالکشن ببینیم که آیا درسته یا فقط مثل همیشه یه شعار تبلیغاتیه. معرفی اولمون رو با عطر کالمبلیس شروع میکنیم. من سمپلش رو دارم. شیشه این عطر خیلی جالبه، آدم رو یاد این مرجون‌های جادویی میندازه و به نظر من کلا کالکشنش، رنگ‌هایی که انتخاب کرده، اسمی که روشون گذاشته و تمرکزی که رو هر کدومش داشته به نظر من هوشمندانه بوده و یه حس خوب رو با آدم القا میکنه. رنگش که همون اول یادآور اسمش هستش، آرامش ناب، رنگش حس خوبی به آدم میده. روی شیشهش یک نیلوفر آبی هستش که اون هم نماد آرامش و پاکیه. کلا کالکشنش رو عطراش رو یونیسکس معرفی کرده، ولی به نظر من اولین عطر که کاملا زنونه هستش. یک عطر خنک و روزانه‌ای هستش، مناسب استفاده برای بهار و تابستونه و پرفیومر این عطر هم خانم آنفیلیپو هستش. آکوردهاش رو براتون بگم: مرکبات، گل‌های سفید، دریایی، تازه، لوندر، تند و تازه، گیاهی معطر، چوبی، کهربا و حیوانی. نوت‌هاش هم بهتون بگم: نوت اولیه نرولی یا همون بهار نارنج، استخوان‌دوست ترنج. نوت‌های میانیش رایحه‌های آبی، شکوفه پرتقال و نوت پایه چوب کشمیر، چوب پالو سانتو، عنبر سائل، کندور و مشک سفید. داخلش هم که همون حالت حرفای تبلیغاتی که اگه از این استفاده کنید کل روز احساس آرامش خواهید داشت. خب تا یه حدودی درسته. استخوان‌دوست و بهار نارنج همیشه همچین حسایی رو به آدم منتقل میکنن. سمپل این رو تهیه کردم. به همون اول با شروعش شما قشنگ بوی بهار نارنج و استخوان‌دوست، یک بوی ملایم خیلی لطیفه، واقعا از نظر من مناسب برای تابستونه. همونطوری که گفته به خاطر روایایی که استفاده کرده خیلی احساس آرامش به آدم میده. بویی هستش که شما زیاد شنیدین، یعنی کلا این 6 تا عطر داخل این کالکشن میتونم بگم عطرهای خیلی خاصی نیستن، اکثرا شما روایش رو شنیدین. شیرینی کنار گلی بودن، ملایم، دلنشینه، تمیز، حس تمیز بودن به آدم میده. وقتی همون اول اسپری میکنید بوی مرکبات رو قشنگ ازش احساس میکنید. بعد از یه تایمی که میگذره گرماند و خوشمزه میشه، سبکه، یعنی واقعا برای تابستون مناسبه. نوت غالبش بهار نارنج با یه شیرینی خوشمزه. علاوه بر استخوان‌دوست یا همون لوندر، شما احساس آرامش رو میتونید از چوب پالو سانتو بگیرید. کلا یه چوبی هستش که توی معابد ازش استفاده میکنن و وقتی دودش میکنن حس آرامش ایجاد میکنه و داخل این عطر هم به کار رفته.
نکته که این عطر داره اینه که من نوت پایش رو در واقع دوست نداشتم. یعنی بعد از چند ساعت که گذشت و روایح اولی و میانیش از بین رفتن، نوت پایه رو روی پوستم دوست نداشتمش. ولی کلا عطر آرام بخش، ملایم، به نظر من بهترین گزینه هستش برای استفاده روزانه. خیلی خوب، بریم سراغ عطر بعدی. میریم سراغ عطر بعدی به اسم کازمیک پاور یا انرژی کیهانی. شیشه بنفش رو خوش رنگی داره و روش هم مثل صورتهای فلکیه. خب میگم باز هم اسمش با شیشهش کلا پکیجینگش به هم دیگه میان. داخلش هم دوباره طبق معمول نوشته شما اگه از این عطر استفاده کنید تا آخرش هم انرژی کافی رو دارید. یک عطر گرم مناسب استفاده برای شب هستش. پاییز و زمستون اگه ازش استفاده بکنید جذابتر هستش. طراح این عطر آقای دومینیک روپیون هستن. اینم جزو عطرهایی هستش که باز برای خانوم ها مناسب تر هستش تا برای آقایون. تقریبا میتونم بگم عطر خاصی هستش، همه پسند نیست به دلیل ادویه‌ای بودنشه. بذارین آکورداش رو براتون بگم: کهربایی، تند و تازه، تند و گرم، پودری، دارچینی معطر، وانیلی و بالزامیک. و بذارین نوت‌هاش هم براتون بگم. نوت اولیش دارچین، سمق المی، فلفل سیاه و ترنج و نوت میانی کندور و روز و نوت پایم کهربا، نوت‌های پودری، وانیل و مشک. بریم تستش کنیم ببینیم که چجوریه. میگم این هم جزو از نظر من یکم خاصه. اگه بخواین هدیهش بدین باید طرف مقابلتون رو بشناسین یا اصلا کلا میخواین برای خودتون بخرین بلاند بایش نکنید. شروعش تند و تازه و ادویه‌ایه، گرم، شیرینه. نمیدونم بلاته رو چرا گذاشتم کنار. همون اول که اسپری میکنید احساس میکنید که میتونه یه آقا هم ازش استفاده بکنه، خاطر اون ادویه‌ای بودن، گرم بودن، تند و تیز بودنش. چون اصلا تو نوت‌هاش هم بهتون گفتم دیگه، اولش داره با دارچین و نمیدونم ترنج و سمق و اینا شروع میشه. اولش خیلی ادویه‌ایه، اصلا جذاب نیستش. شاید اگه شما برین تستش بکنین و فقط به همون نوت‌های اولیش اکتفا کنید بگین خب یه آقا هم میتونه ازش استفاده کنه، ولی اشتباه میکنید. بعد 5 دقیقه و 5 تا 10 دقیقه که ازش میگذره کاملا شیرین میشه، کاملا بوی روز رو میتونید ازش احساس بکنید. شروعش رو اصلا دوست نداشتم ولی بعد از 5 دقیقه روز، وانیل، کندور با یه شیرینی خیلی خوشمزه، یواش یواش بوی ادویه ها کم میشه و قشنگ بوی دارچین رو کنار اون روز و وانیل میتونید احساس کنید. رایحه همه پسندی نیستش. من شروعش رو اصلا دوست نداشتم چون خیلی به نظر من ادویه یا گرم بودش، ولی وقتی موند و به روایح میانیش رسید، با اون روز و دارچینش رسید، خیلی برام دوست داشتنی شدش. یعنی میشه گفتش به عنوان یک عطر شب و یکم خاص اگه میخواین عطرتون باشه میشه روش حساب کردش. خیلی خب، اینم از این. بریم سراغ عطر بعدی. خیلی خب، این یکی ها مسافرتی هستش و 10 میله اگه اشتباه نکنم. بذارین نگاه بکنم.
بله 10 میل عطرهای مسافرتی هستش. اولی میریم سراغ جویفوریا، یک عطر خنک تابستونی. یک عکس خورشید روی شیشه این عطر داره، تقریبا شیشهش روز گلده، توی عکس طلاییه ولی این مسافرتی که من اینجا دارم روز گلده. یه شادی و سرخوشی تابستونی رو در واقع به شما میخواد القا کنه. یک عطر خنک هستش، مناسب استفاده برای بهار و تابستونیه. اون حس شاد تابستون وقتی کنار دریا میرین یا میرین استخر، اون گرما و انرژی خورشید رو وقتی دریافت میکنید، این عطر هم میخواد اون انرژی تابستونی و اون گرمای خورشید رو بهتون منتقل بکنه. عطر فوق‌العاده کلاسیکی هستش و بعد بگم که پرفیومر این عطر هم باز خانم آنفیلیپو هستش و آکورداش رو بذارید براتون بگم و بریم سراغ تستش. آکورداش گلهای سفید، مریم، چوبی، پودری، گلهای زرد، مشکی، وانیلی، مرکبات، شیرین، سبز و گیاهی. بذارید نوت‌هاش هم براتون بگم. نوت اولیش آب نارگیل، نرولی همون شکوفه نارنج، روغن بهار نارنج. نوت‌های میانیش مریم، یاس و گل یلان یلان و نوت‌های پایانیش وانیل، چوب کشمیر، مشک و نوت پودری. کلا این ستایی که تست کردم و حالت مشکی و پودری بودن رو داخلشون دارن. خیلی خوب. به به، همون اولی که اسپری میکنید قشنگ بوی گلی بودن، گل مریم و نارنج و شکوفه نارنج رو حس میکنید. بعد یواش یواش که اون روایی از بین میرن، میره سراغ مریم و یاس. یک حالت شیرینی خوشمزگی یلان یلانگ با خودش داره. کلن عطر کلاسیکیه، خیلی کلاسیکه، یعنی شما این بو رو 100% شنیدین. یه نرمی و خامه‌ای بودن خیلی خوبی داره. اما اولش که اسپری میکنید یک حس سبک بودن و تازه بودن در کنار رایحه بهار نارنج رو شما دارین. میتونم بگم شبیه عطر الیان-گادس موبلره ولی خوشبوه. نمیتونم بگم عطر بدبوییه، کلن عطر کلاسیکی و شما بوش رو زیاد شنیدین. اون بوی مریم، بوی یاس. Darlings, step into the future of fragrance. Love frequency. You can feel this way forever. خیلی خب، بریم سراغ لاف فرکانسی یا همون فرکانس عشق. همونطور که می‌بینید یک بطری شفاف صورتی رنگ داره، عکس یک قلب روشه. این عطر گلی چوبی مشکیه، یک عطر معتدل. این هم باز از نظر من عطر زنونه هستش. عطر قبلی جویفوریا رو اون رو یادم رفت بهتون بگم، ولی اون هم کاملا عطر زنونه هستش. این عطر روزانه هستش، یه میگم معتدله، یعنی هم میتونید روزانه ازش استفاده کنید، هم برای موقعیت‌های خاص ازش استفاده کنید یا برای شب. و این هم باز عطر کاملا کلاسیکی هستش و پرفیومر این عطر خانم آنفیلیپو هستش و رایحه رمانتیک و جذابی داره و میخواد این حس رو به شما منتقل بکنه با نوت قالب روز، گل سلطنتی و نماد عشق. این عطر کلا منو میبره به زمان رنسانس. احساس میکنم یکی لباس از اون لباسای خاص اون زمان رو پوشیدم، توی باغ گل روز دارم قدم میزنم. واقعا گل روز شیکی داره. و آکورداش رو براتون بگم: رز، چوب، مشک، ادویه گرم، کهربا، نعنای هندی، ادویه نرم، گلی و بالزامی. بریم سراغ نوت‌هاش. نوت اولیش فلفل صورتی، نوت میانی رز و زعفران و نوت پایانی نعنای هندی، آمبروود، مشک و چوب کشمیر. خودم از بین این عطرها این عطر رو خیلی دوست دارم. کلا من با رایحه‌های روز هیچ مشکلی ندارم و واقعا عطرهایی که رایحه روز دارن رو دوست دارم.
به به روز یک ترشی خیلی کوچولویی رو من کنارش احساس میکنم. حالا نمیدونم علتش چیه. روز، کاملا روز. اگه عطر روزی دوست دارین به نظر من گزینه مناسبی هستش. خیلی بوی شیک و با کلاسی داره. در کنارش یک کوچولو تند و تیز هم هستش و مشکیه. کلا عطرای این مجموعه مشک رو داخل خودشون دارن و خیلی عطرای مشکی هستن. رایحه خیلی لطیفی داره، خیلی خانومانه و شیک که شما به راحتی میتونید طی روز ازش استفاده بکنید و اگه میخواین بلایند بای کنید، اگه عطر روزی رو دوست دارین این کارو بکنید، یا اگه میخواین هدیه بدین حتما طرف مقابلتون باید این رایحه رو دوست داشته باشه. این هم رایحه شیک و دوست داشتنیه. چیز خاصی نداره. بریم سراغ عطر بعدی. عطر بعدی عطر ماجیک انرژی هستش. یک بطری سبز رنگی داره و یک حس و حال خاص جنگلی و طبیعی بودن داره. خب من اون رو نتونستم سمپلش رو تهیه بکنم و احساس میکنم با توجه به آکوردها و نوت‌هاش احساس میکنم از اون دسته عطرایی هستش که آقایون میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی مثل این چند تا عطری که الان تست کردم که بهتون گفتم کاملا زنونه هستش. مثلا کالم بلیس اگه یک کوچولو اون شیرینیش کمتر بود شاید آقایون میتونستن ازش استفاده بکنن، ولی تا به الان که استفاده کردم عطری رو ندیدم که از نظر من بتونن آقایون ازش استفاده بکنن. و عطر آخری مورسکس هستش که جالب اسمش یک شیشه قرمز رنگی داره و یک لب سرخی روشه و بچه ها عطر گرم چوبی شرقی هستش، مناسب استفاده برای پاییز و زمستونه. این عطری هستش که به نظر من آقایون هم میتونن ازش استفاده بکنن. عطر ملایم دودی با نوت قالب چرمه. پرفیومرش خانم آنفیلیپو هستش. یک عطر مدرن و شهریه. ببینید اگه آقایون ازش استفاده بکنن همچین حسی رو نداره ها، چون اکثر عطرهای آقایون همچین حسی رو دارن، ولی اگه یه خانم از نظر من استفاده بکنه یک حالت مدرن و شهری برای این خانم ایجاد میکنه. آکوردهاش رو براتون بگم: چرم، مشکی، حیوانی، تند و تازه، چوبی، پودری، کهربایی، تند و گرم، دودی، آروماتیک یا همون معطر گیاهی. نوت اولیش فلفل سیاه و توت ارس، نوت میانیش چرم، مشک، آلدرون و آمبروکسان و نوت پایانیش یا همون نوت پایه مشک، چوب صندل و آمبروود. از نظر یونیسکس بودن ببینید یه عطری به این تلخی که اصلا هیچ گونه گلی داخلش نیست از نظر من جذاب نیست. من خودم عطرهای گلی رو خیلی دوست دارم، عطرایی که شیرین باشن رو دوست دارم، عطرایی که با یاس و مریمن ولی اون یاس و مریم خیلی باید قشنگ طراحی شده باشن. و با عطرهای روزی هم که اصلا مشکلی ندارم، جزو عطرهای مورد علاقه من هستن. ولی با این عطرایی به این شدت تلخی و با بوی چرم، حالا بعضی از خانم‌ها هستن که دوست دارن چون میگم حس مدرن و شهری داره، اون بوی دودش قشنگ حس شهر رو برای شما ایجاد میکنه. مشکلی ندارم، به نظر من جذاب و شیک هم هست برای این خانم ها، ولی من خودم دوست دارم. مثلا من عطر وان جنیفر لوپز رو که حالا ویدیوش رو درست کردم براتون میذارم ببینید، عطر زنونه‌ای هستش ولی جوریه که چوبیه و در کنار اون چوبی چرمی بودنش حس زنونه‌اش رو حفظ کرده. یا مثال بلک اورکید پارفوم تام فورد، اون هم عطری هستش که یونیسکسه، عطر جذابی هستش. خیلی خوب، بریم این عطر رو تست کنیم و در آخرم بهتون میگم که کدوماش مورد علاقه من بود و اصلا ارزش خرید داره یا نداره. بوی چرم، بوی دود و یک شیرینی ملایم. به نظر من به راحتی هم آقایون و هم خانم ها میتونن ازش استفاده بکنن. خانم هایی که دوست دارن حس مدرن بودن داشته باشن،
قشنگ چیزی که واسه من تداعی میشه بوی چرم و بوی دوده. اولش تند و تیزه به خاطر اون فلفل سیاه. بوی دلنشینیه، نمیتونم بگم بد بوه، ولی باید علاقه داشته باشین به اینجور بوها و به اینجور نوت‌ها. بریم سراغ این که ببینیم مثلا ارزش خرید دارن یا نه. قیمت این عطر $150. از نظر ماندگاری و پخش بو باید بهتون بگم که عطرهایی هستن که ماندگاری و پخش بوی خوبی دارن. ماندگاری روی لباس تا 2 روز روی لباستون میمونن و پخش بوی خوبی هم دارن. یعنی وقتی شما عطر رو زدین به راحتی وقتی کسی طرفتون میاد بوش رو احساس میکنه. ولی از نظر قیمتی $150 به نظر من نمیارزه. عطرهایی هستن که به مراتب بوهای پیچیده تر، زیباتری دارن و اینکه با قیمت خیلی پایین تر هم شما میتونید تهیه‌اش بکنید. $150 برای این روایح میگم ماندگاریش حالا اگه خیلی بالا بود، پخش بوی خیلی فوق‌العاده‌ای داشت یا حتی بگم روایحش خیلی خاص بودن، ارزش خرید داشت. و از بین این عطرها اگه بخوام بهتون بگم کدوماشون مورد علاقه من بودن، به نظر من که کالم بلیس خیلی عطر خوشبو ملایم و خانومانه‌ای بودش. انتخاب فوق‌العاده‌ای میتونه باشه برای تابستونتون و شما رو خاص بکنه. ولی باید بگم من نوت پایانیش رو اصلا دوست نداشتم. لاف فرکانسی رو هم خیلی دوست داشتم. شماره 3 میتونم برای عطر شب کازمیک پاور رو معرفی بکنم. عطر شماره 4 رو جویفوریا میتونم معرفی بکنم. شماره 5 هم مورسکس. ماجیک انرژی رو نداشتم ولی خب نمیدونم اون کجای جدول میتونست قرار بگیره. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.